Look, never been the type to walk around with broken promises. I'm always on some honest shit. I took my time to honor this. Oftentimes I crack a smile while hide behind my confidence. Them same lips you be kissing, yeah, this loving ain't anonymous. This is pure enjoyment. I'm sitting back and I'm pondering. Thank God for you will always take what you offering. Never too much, never giving me less. سلام علیکم. به یه ورقه دیگه با من خیلی خوش اومدین. دارم سریع حاضر میشم که شام با که دوستان بریم بیرون. بعد این دوستم تورنتو زندگی نمیکنه، همیلتونه، چون دانشگاهش اونجاست، ولی ما هم دیگه رو از دبیرستان میشناسیم. آرش بغل دستی کلاس شیمی من بود دیگه، از اونجا با هم دوست شدیم. خلاصه اینکه دوشنبه تولدشه و من وقت نکردم کادو بخرم. کجا بودی؟ میباره بیرون. الان که دارم بهش فکر میکنم یه سیبه میگه آدرس اشتباه دادم به همه. امیدوارم که اینطور نباشه. حالا میرم چک میکنم. دلم میخواد با این ترکیب کیف کوچیک بپوشم، ولی از اونجایی که همیشه بار بندیل دارم باید با این برم. تو هم ببریم؟ سلام. Let's go. بیا بیرون. بریم. نتیجه نهایی شد این. With this one of course. I like it. با این. خوری خور خیلی خوشمزه است. هلو، من تازه سر کار برگشتم خونه. بعد اینقدر گرمه که اصلا خیلی بمیری از گرما. نیست فردا صبح قرار بود که دوستان بریم تنیس بازی کنیم. من تنیس بلد نیستم مثلا. خب پارسال خیلی سعی کردم یاد بگیرم ولی استعداد نداشتم. حالا گفتم امسال یه شانس دیگه بهم بده. آره دیگه صبح می‌خوایم بریم تنیس بازی کنیم، بعدش همونجا بشیم صبحونه بخوریم و برگردیم. بعد گفتم بر صبحونه بیگل درست کنم. تا حالا درست نکردم ولی چرا که نه. آره برم لباسم عوض کنم. بریم. این رسیپی که امروز دربارم انقدر آسونه که به خوب بودنش شک دارم. بعد کلا چند تا چیز بیشتر هم نمیخواد. آرد میخواد، 2 قاشق بیکینگ پودر، یه کوچولو نمک و یه فنجونم ماست. برای روشم میتونی با تخم مرغ بدنش رو مثلا اگاش کنی یا حتی با آب و دیگه هر چی خاصی میریزی. من کنجد و تخم خشخاش رو آوردم. امروز یکی از مریضامون اومد تو کلینیک، بعد فهمیدم که شغل مورد علاقه‌مو داره. بعد اصلا دلم یه جوری شد. بعضی وقتا خب به خاطر اینکه اینقدر سخته بیخیالش میشم، میگم که این همه وقت و هزینه و تلاش رو بذار پای یه کار دیگه. تازه حقوقش هم اونقدر خوب نیست این شغله. ولی هر بار یکی میبینن که داره اون کار رو انجام میده، توی اون هیت کار میکنه، انگار که کراش قدیمی تو دیدی اونطور خلق اینجوری میشه. خودم وقت نکردم ازش بپرسم، ولی همکارم داشت از سوال میپرسید. یواشکی گوش وایسادم که
چی کار کرده و اون یه مسیر خیلی کوتاه‌تری رفته بود. مسیری که من میخوام برم 4 ساعت طول میکشه. ولی اگر پول داشته باشی یا آشنا داشته باشی 1 سال و نیم 2 سال کارت در میاد. من خیلی آدم درس خونی نیستم خب، ولی اون تایمی که من برای این کار درس میخوندم، اون تایم کوتاه، اینطوری بود که اگه ساعت‌ها میخوندم خسته نمیشدم، اصلا دوست داشتم یادش بگیرم. میام دنبالش. واقعا خیلی این شاخه به اون شاخه پریدم و گفتم آره اولویت اولم این باشه، بعدش این باشه، بعدش اون باشه، ولی الان واقعا اینطوریم که اولویت اول و آخرم علاقمه. چون که همون چیزایی که فکر می‌کنی خیلی خوب پلن ریختی هم خیلی وقتا افتضاح پیش میره. اگه که anyways برای که ریسک کنی، در صورت اون احتمال نشدن هست، واسه حداقل تو مسیری که دوست دارم اون احتمال باشه که حداقل بدونم که تلاش کردم. right؟ الان میخواد مزهش کنم ولی خودم 4 تا بیگل کوچولو فردا میتونم برم وسیله‌ام جمع کنم. فردا صبح میبینمت. صبح بخیر. هفته صبح و سر کار نیستم بالاخره. این هفته 5 روز شیفت دارم، دارم سرویس شیفت. یه واقعا دیگه جا برای نفس کشیدن ندارم. بد نشد بگیرش ها؟ هلو من دوش گرفتم تموم شد این چیزیه. بعد آرش بهم تکست داد گفت داریم بریم نزدیک خونم تتو بگیره، منم برم که هم به اون همراه اونجا باشم و مالا بشیم چنان حرف بزنم اگه بتونه حرف بزنه. یا این کباغت از تتو گرفتم کتاب من با خودم بردم بشینم اونجا بخونم. Never too much, never giving me less. On the days that you ain't got it, you always give it your best. Lady, you are mine, I say that shit with my chest. Reason that I love you, you always easing the stress. You my backbone and that's the reason. قبل از اینکه بیام اینجا خب گفتم کتاب میبرم با خودم کتاب بخونم. وقتی اینجا حوصله سر یه ساعت داریم حرف میزنیم. چند ساعت ریکورد میکنه از اون موقع؟ نه بابا نمیشه این دیتیل. چه حافظه؟ آره میدونم. چطور بود؟ It looks very good in software. ببینم من این لیوانه رو 2 سال پیش. آره 2 سال پیش. خیلی خوبه. سلام علیکم. رسیدم خونه یه ساعت و نیم 2 ساعت قشنگ خوابیدم. چسبید قشنگ. ببین امروز که می‌خواستم برم پیش این تتو آرتیسته آماده بودم که برم یه تتوی سفید بگیرم. خب ولی گفتم بذار اول برم نظر بپرسم چون بعضی وقتا واکین دارن مثلا درجا بهت بگی برای تتو میزنن این کوچولو باشه. ولی که دختره گفت که نه اصلا خوب نیست و نمیمونه و بعدش هم جاش مثل زخم میشه. یه کلا پشیمون شدم. خواستم یه دونه چیز کوچولو اینجا بگیرم که یادآور خونه و خانواده‌ام و کلا از کجا آمدم و به کجا میرویم باشه. ولی آره گفت نه. anyways این هفته هوا خیلی گرمه. من از گرمه بدم میاد ولی خب الان فرصت عالیه که بره آدم بیرون. برای همین فکر می‌کردم هفته دیگه مثلا بریم توران آیلند اگه بشه
یا یه ساحل دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو هم دیدین و اینکه مرسی اینقدر کامنت مثبت میذارین. واقعا اینقدر که همه مهربون و خوش اخلاقن اینجا، من اصلا همیشه سورپرایز میشم. واقعا جو یوتیوب اینجاست، اینستاگرام اینجاست. I love you guys. مرسی. هفته دیگه میرمتون. بای بای.